گفتن شما در یک صحبتتون چند روز پیش گفتید که واقعا تاجیکان در این تراکت شرکت کردگی هستند اما تشکیل کننده این تراکت نبودند. آیا شما به این دلیل دارید؟ مگر ندیدید با لاتوکوب از آنها خود اقراری گرفته شده است؟ بسیار سوال خوب داده هستین برادر. بله، من در یک صحبت هم نبفتم، در چند صحبت گفتم که من احتمال میدهم که تاجیکان ما متاسفانه در همین حادثه دست داشته باشند. همون طوری که من احتمال میدهم که دست دارن، احتمال میدهم که دست شاید نداشته باشند و خدا کند که دست نداشته باشند. چرا من احتمال میدهم که دست ندارن؟ برای آنکه دیگر به حکومت، به مقامات قدرتی روسیه باور نیست، به مقامات قدرتی تاجیکستان باور نیست، به رسانه‌های روسیه باور نیست، به آنکه یک نفر رو گوشش رو میبرند و بعد از او اعتراف میگیرند باور نیست. برای همین من احتمال میدیم که تاجیکان در این حادثه شاید دست نداشته باشند و ما باید منتظر تحقیقات های بسیار منصفانه از طرف سازمان ها، دایره های بی‌طرف باشیم. اما چرا من احتمال میدیم که تاجیکان هم دست داشته باشند؟ یعنی همین شرط نیست که همین 4 نفر، شاید به یک شکل دیگر. چون ما برادران عزیز باید اعتراف کنیم، تلخ است، باید اعتراف کنیم که وقتهای آخر در چندین حادثه تروریستی تاجیکان دست داشتند و دارند. 2-3 حادثه تروریستی در ایران، 2-3 حادثه تروریستی در افغانستان، در ترکیه، در همین اروپا، و ما خودمون در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، میشنویم صحبت‌های بعضی افراد تاجیک را، حتی از نام دین مبین اسلام که با نام شیخ و با نام نمیدانم استاد و عنوان و لقب‌های گوناگون دیگر معروف هستند، اینها دعوت میکنن، اینها همین گونه حادثه ها را باز سفید میکنن، طرفداری میکنن، تشویق میکنن و کوشش میکنن که جوانان تاجیک به همین راه بروند و دلیل هم دارن. خب چرا اون تاجیکی که در ایران دست داشت، در افغانستان دست داشت، در خود داخلی تاجیکستان دست داشت، در ترکیه و اروپا دست دارد، ما حداقل احتمال ندیم که در روسیه هم میتونه دست داشته باشه؟ ما چرا این سوال را این خیلی نگذاریم؟ بنابر همین ما حق نداریم بگیم 100% که دست دارد و حق نداریم 100% بگیم که دست ندارد. خب بنابر همین من مسئله را باز میمونم که هم احتمال دست داشتن هست، هم احتمال دست نداشتن هست. اگر واقعا هم یک تحقیقات و یک بازپرسی و یک سنجش منصفانه با رعایت معیارهای هم بین المللی و هم داخلی صورت بگیرد و اون اثبات کند که تاجیکان در این دست داشتند، حتی همین 4 تاجیک دست داشتند، من اولین کسی خواهم بود که این را قبول میکنم، اعتراف میکنم و هم با افسوس این را قبول میکنم، برای اصلاح آن تلاش خواهم کرد. اما وقتی که در نتیجه گوش بریدن و تهدید و در نتیجه اینقدر فشار اگر اونا اعتراف میگیرن، حتی اگر همین حادثه هم شده باشد از طرف همین تاجیکان، باز هم من مسئله را زیر سوال میبرم، میگم که این هنوز هم 100% نیست، برای که این اعترافات در نتیجه شکنجه و در نتیجه اینقدر تحقیر گرفته شده است. موقع من برادر عزیز همین است و من اگر 10 مرتبه هم از من سوال کنن باز همین جواب رو خواهم گفت.